درود با تمام تاجیکان دنیا. برنامه گفتگو است این لحظه در رادیو مهاجر. راوی برنامه من مهرزاد شریفزاده هستم. مهمان برنامه امروزه ما رهبر انجمن سمرقندیان امریکا حکیم ربینپور هستند. خوش آمدید به برنامه ما. درود به تمام شنوندگان رادیوی مهاجر که دور از وطن در خارج از کشور کار زندگی میکنند. به همتون سلام گرم و جوشون. چند سال میشود که شما در ایالات متحده امریکا زندگی میکنید و سببی به امریکا سفر کردنتان چی بود؟ من از سال 2008 با عائله‌ام در شهر فیلادلفیا امریکا کار زندگی میکنم. سبب با امریکا سفر کردنم این که من آزاد تولد شدم و آزاد اندیشم. میخوام در مملکتی که ظلم هست حق حقوق انسان ویران نشود. آزادی سخن، حق به زبان مادری خواندن، کار کردن رسما در قانون دولت و نهادها آن عمل کند که حالا یک قریب انتظار نیست گفتن هم ممکنه. خیلی که میدونید من در گذشته یکی از بنیانگذاران و عضو شورای رهبری مرکزی فرهنگی و اتحادیه اجتماعی سمرقند بودم و البته به حق و حقوق ملتم از هر منبری حمایت و طلب میکردم که به حکومتداران نمیخورید و برای من کار و شرایط زندگی خیلی مشکل شد. من مجبور به خارج رفتم و از سال 2007 به لاتاری گرین کارت دادم و حق کار زندگی را در امریکا بریدم و ماه سپتامبر 2008 با علم در امریکا کوچ بستم. یعنی شما از فرهنگ و از مدنیت و از زبان تاجیکان حمایت میکردید، از همین لحاظ با حکومت کار شما خوش نآمد؟ بله، ما از کدام منکر نباشد، مثلا از آن سفارت‌های دولت‌های دموکراتی OBS اینجا ما منیستیم در روزنامه‌های آزاد منیستیم از رفته از حکومت طلب میکردیم، از اداره‌های حکومت طلب میکردیم که این زیر تعقیب شدیم بودیم تا حالی هستیم. نمیشه من باش شرایط میشد اینجا بکنم که برای بکنم خشاوندان مدیر شدن عذاب میدادن این تو نکن و این در گذر رفته در محلم ما خیلی گرم میزدن و اینکده من مجبور شدم و خارجی رم از آنجا برای وطن خدمت کنم، برای ملت از آنجا خدمت کنم. همین اندیشه با ما. وقتی که شما با امریکا سفر کردید، در امریکا با کدام مشکلی ها رو برو شدید؟ البته سفر کردن به مملکت دیگر مشکلی و ویژگی‌های خود را دارد که اکثر مردم از آن آگاه نیستند. مشکلی اول در این که هنگام اینجا میایی باید زبان رو دانستن در کار و متخصص یگان خور باشی. من که متخصص ساحه ساختمان بودم و میباشم و زبان را نمیدونم، با کسب خود کار کردن خیلی دشوار بود. مجبور به کار شروع کردن که زبان آنقدر لازم نبود. وقت اینجا میایی باید همان زبان تو خانه رو برای اجاره بگیری، کار یابی و اگر در مرکز شهر نباشی نباشد یک ماشین کوکنه رو بگیری که کار ده حتما این رو میپرسد. خیر شکر خدا با مدد دوستان و چالاکی خود مدت 2 سال این همه مشکلات پس سر شد و من یک با زندگی معتدل گذاشتم اینجا. انجمن سمرقندیان امریکا کی تأسیس یافته است و هدف این انجمن چیست؟ پیش از آن که انجمن رو تأسیس دهیم زمینه‌های آن را آهسته آهسته مدت چند سال با دوستان خود شناس و مطرح می‌کردیم و مراسم و انواع ملیمان رو مثلا نوروز رو هر سال جشن می‌گرفتیم. پس به خلاصه آمدیم که تشکیلات باشد که رسما این نیازهای ملیمان رو از روی قانون روی کار بیارد. اولا ما خواستیم تمام تاجیکان امریکا را سرجم کرده انجمن تاجیکان امریکا را سازمان دهیم که همه چیز رو آماده کردیم و نقطه نظر بعضی گروه و شخصان یکسان نبود. جهان بینشان دیگر، اعتقاد و پرستششان دیگر. برای همین که مناقشه و نافهمی ها نشود اندک این سازمان رو تو همدیگر فهمی یکدیگر به وقوع گذاشتیم. ولی کارها رفته ایستادن. دیر یا زود این کار می شود. اینطور که
شد دوستانی سمرقندی گفتن امکانیت نرود ما حالا انجمن سمرقند و امریکا رو سازمان میدهیم. این سال 2017 بود و بعد همه تیارگاری حجتها رو به وزارت عدلیه سپردیم. سالانه ماه ینور حقیقت گذاشتیم و کارهامان رو آغاز بخشیدیم. هدف انجمن سمرقند امریکا این نگاه داشتن و رونق نمودن زبان مادری، هویت، پاس داشتن عنعنه‌های ملی و فرهنگی، آموختن زبان مادری با خط فارسی، برقرار کردن هنرمندی اجدادان در اینجا و دیگر کارها که برای آن ملت نیاز دارد. این همه کوشش ها برای آن که گرچند امریکایی هستیم ولی تاجیک ماندن ما شرط و ضرور است و بود و می شود. خب شما گفتید که هنگام تأسیس دادن انجمن نوفهمی ها بودند بین تاجیکان. در کدام مسئله ها نوفهمی ها بودند بین تاجیکان؟ مسئله فرهنگی، مسئله اقتصادی که یکیشون میگن اول ما اقتصاد رو بقوت، دیگرشون میگن ما فقط با فرهنگ سر و کار داشته باشیم. ایناشون میگن ما باید با قرارداد و تزیس‌های حکومت داریم. دیگران میگن ما باید آزاد باشیم، خود ما از اینجا ما امریکا هستیم. من هم خیلی گپ کارها. انجمن سمرقندیان با کدام دستاوردها نایل گشته است؟ انجمن سمرقند امریکا حالا در حالی برای ماندن همه این فرص هست که وقت اقتصاد میخواهد، ولی علاقه نخستین نوروز رو با اشتراک بیش از 300 کس گذراندیم. حالا کارها برای گشودن خیلی کارگاه‌های خود که بعدا این کارخانه و ما مدد میرسانند و حالا ما 3 کارگاه امریکایی کشور ما سمرقند و ازبکستان و 1 کارگاه با تاجیکستان در عرفه گشودن است. حالا 1 کارگاهی خودین رسما گشا شد، کار میکنند و امید داریم دستاوردها در پیش است و موفقیت های هم در پیش است. حالا ما سری کار آغاز کردیم. گفتن نمیشه که ما با دستاوردهای کلان نویل شدیم، لیکن این کار رو سر کردیم و امید داریم که این موفق میشیم با این کار. شما در سمرقند به دنیا آمده اید و به وایه رسیده اید. سال گذشته من به سمرقند سفر کرده بودم. در سمرقند من تنها زبان تاجیکی را استفاده بردم در گفتار خود در معاشرت. خوشبختانه سمرقندیان سخنان مرا میفهمیدند، ولی من در سمرقند همگی 7 ساعت بودم. از همین لحاظ حال زبان تاجیکی سمرقند را بها داده نمیتوانم. از نظر شما زبان تاجیکی در سمرقند و بخارا در کدام حالت قرار دارد؟ بله، من 15 ینوری سال 1955 در نوحه سیاب شهر سمرقند تولد شدم. مکتب رقم 95 به نام میرزا توسن‌زاده را با زبان مادریم ختم کرده در دانشگاه معماری ساختمان داخل شده و متخصص بناکار مهندس کسب گرفتم. آن سالها زمان شوروی حالت زبان تاجیکی بد نبود، چند محدودیت و مقابلیت ضد تاجیک خواندن در ما خیلی سخت بود، ولی رابطه با تاجیکستان خیلی خوب بود. کتاب‌های تاجیکی و تاجیک کتاب سمرقند می آمد و تمام تاجیکان جمهوری دسترس بود. از سطح زباندانی و خودشناسی تاجیکانی که با زبان ملی خواندن خیلی بلند بود. خودتان می‌دانید که هزاران تاجیکان این سرزمین و تاجیکستان رفته برای علم و فرهنگ و اقتصاد تاجیکستان حصه ارزنده خود را گذاشتند. ولی بعد از پاسخوری شوروی و جنگ برادرکشی در تاجیکستان که سرحد محکم شد، روابط قریب 25 سال که نبود، ما در احاطه ملتیان و تاجیک بندیان ماندیم که آنها توانستند عکس مکتب و گروهی تاجیکی در دانشگاه‌ها را ببندند. بالای این کشور ما با حروفات لاتینی گذشت که برای ما به اثرات نمود. یعنی پدر و مادران مجبور شدند برای آینده فرزندانشون فرزند خود را به مکتب ازبکی یا روسی دهند، برای آنکه همه فاکولته های زبان ادبیات خونده کار کردن نمیتونن و دیگر کسب و کارهای هم هست که حالا مکتب و مدارس و زبان خراب شد. برای همین حالا به هم نزدیک شدن دو جمهوری منتها هست که
زبان فرهنگ ما اقلا در حال پیشترش برگردد. این سالها در سمرقند 3 صنف تاجیکی، 1 صنف در بخارا کشته شد، 3 صنف در سمرقند کشته شد، در بخارا، قرچی، انگرین، چرچیق، فرغانه و ترمز در دانشگاه‌ها گروه‌های تاجیکی برای متخصصان زبان و ادبیات کشته شدند. در سمرقند در دانشگاه آن فاکولته‌های زبان و ادبیات تاجیک گروه‌های زیاد شد. فاکولته‌های از دیگر متخصصان که با مثلا خیمیک، بیولوژیک دیگر که نیاز دارد شده شد یک گروه و ما امید داریم که در آینده باز هم بسیارتر شده میشه. برای کارزیش نشود زبان نوی تاجیکی ما جای خود را از نو میابیم. این زبان رو آهسته آهسته با همین کارهای فهماندهی پیش میبریم این زبانمون رو. خب فاما امروز در دانشگاه و دانشکده‌های سمرقند و بخارا جوانان تاجیک بیشتر با کدام زبان تحصیل میکنند؟ در دانشکده و دانشگاه‌های سمرقند، بخارا و دیگر مناطق جمهوری جوانان ما غیر از فاکولته‌های در بالا دنبال کردن که تاجیک زبان گفتم هست با زبان ازبکی و رسوخی میخوانند. ولی ما باید در آینده طلب کنیم که طلبگان ما برای کسب کارهای گوناگون که انتخاب میکنند توانند با زبان مادری بخوانند. مادامی که این طلبها قانع شد و برای مادران ظرفیتی با زبان مادری خواندن رو فرزندانشون افضلیت میدن که یعنی خود قانون‌ها شد ما ناترس فرزندان رو با زبان مادری خواننده میشد گفتن. اگر خود جوانان سمرقند و بخارا را به نظر بگیریم، جوانان سمرقند و بخارا از تاریخ تاجیکان آگاه هستند؟ بله، اکثرشون نباشد هم جوانان از تاریخ تاجیکان خبر دارند و فخر هم میکنند. از زمانی که کتاب‌های تاجیکانی برجان رفور نمونه ادبیات تاجیکی صدر عینی تاریخی تبر تقسیم رحیم مرزا و دیگران عالم نویسان در ما دسترس بود گرفته میخواندن از تاجیک کتاب از روزنامه‌ها روزنامه‌های تاجیکستان تاجیکستان سایتی آموزگار چراغ روز آخرهای سالهای 80 اینجا می آمد گرفته میخواندن. در این کار نفران حزبی و کمونیستی هم راهبران زواد فابریکاها و آن تاجیکانی که مکتب روسی و ازبک خواندن گرفته این کتاب‌ها رو میخواندن. از همین اینا خبردار بودن که ما حرکتمون همین هست، ما تمدنمون همین هست. از اینها خطاری تاجیکانی که دانشجویانی که طلبگانی که نخوانده و میکردن این دیگران هم از این خبردار بودن. بیاید این لحظه به صفحه فیسبوکی شما میگذاریم. 16 نوامبر سال جاری شما در صفحه خود در فیسبوک جمله های زیرین رو نوشتید: حکومت و صاحب موزه ها میخواهند اکثریت اکسپونات های تاریخی سمرقند را به موزه نوتشکیل اسلامی تاشکند برند. پس از این کارها از سمرقند چی نام میماند و به مهمانان خودی و خارجی چی را نشان میدهیم؟ آغازتان را برارید و به فرق نباشید که صیقل ما را میگیرند. آثارخانه های سمرقند خالی میمانند و چرا محض نگاره های آثارخانه های سمرقند را به تاشکند میبرند؟ ببینید اینجا آثار تاریخی ما از زمانی که زیر امپرای روسی بوده آغاز شد که آن زمان تاریخ شناسان باستان شناسان روز خیلی زیاد اینجا آمده حرفیات میگذاندند و بسیار چیزها نایل هم شدن. تاریخ ما را ترنم میکردند ولی بعد از اثر قدرت اومدن بازرگان توراج این آثارها از سمرقند و بخارا و دیگر جاهای تاریخی کشور افزایش یافت. خیلی داروهای ما در موزه‌های سنت پترزبورگ و مسکو دزدیده برده شدند. تاشکند که اون وقت پایتخت امپراتوری روس بود بازرگان بود با اینجا هم برده شد و بعدا آن هم 2 بار آثار موزه سمرقند بخارا و تاشکند کشاندند. حالا زمان نچند دور با فکرم 10 سال شد در سمرقند موزه کلان ملی اتنوگرافی وجود داشت که زبان شوروی با مناسبت 2750 سالگی سمرقند ساخته شده بود و به همتا بود. آن را ویران کردند و چاپلوسان دزدان غارتگر ویران کردند. اکسپونات ها سرسون سرگردان شدند در سابق بینای آموزش حزب کمونیست که به موزه هیچ منتفعی نیست جای دادند.
و من امینم که از اونجا دزدی کلان شده گذشت و به تاشکند حتی در خارج روان کردند. و بینید حالا به ماندگیش دست دراز کرده است. این تو شود به سمرقند بخارا چی آثاری میماند؟ ما با میمونها چی را نشان میدیم؟ آخر آنجا آثار عتیقه ما تاجیکان خوب رفته و باید آن افتخار ما باشد. برای همین من گفتم سایقل ما رو میگیرن و آواز برآورد که دیگر همون ماندگیشم از ما کشانده نبرند. برمیگردیم به زبان تاجیکی. چی باید کرد تا که زبان تاجیکی در سمرقند و بخارا از بین نرود؟ بله، برای از بین نرفتن زبان تاجیکی در سمرقند، بخارا و دیگر شهر و محلهای ازبکستان اولا اعتبار از طرف همه قشرهای جامعه تاجیک باشد که برای زبان مادری و هویتشان بی‌فرق نباشد. در سرقانون و نیروهای دولت رسما درج شود که تاجیکان حق حقوقی به زبان مادری خواندن و کار کردن را دارند و زبان ما باید قطار زبان دولتی مقام مخصوص بگیرد که در آینده برای فدایان دستک شود که کارهای فرهنگی، کاربری با فدر مادران و فهماندهی با نهادهای معارف و دیگر اداره‌های داخل این حکومت این ضرور است. اگر این کارها شود مردم خودش اشتیاق پیدا می‌کند که زبانش و هویتش را بشناسد و ناترس از آینده کودکش آن را با زبان مادری همطرفه آغاز می‌رساند. می‌خواهم اینجا باز اعلام کنم که مدت 25 سال دولت تاجیکستان و نهادهای فرهنگی و معارفی آن با ما هیچ علاقه نداشتند. ممکن امکانیت توانایی نشان نبود یا سیاست نادرست و کار بردن که رابطه با ما کنده شد. ولی حالا زمان دیگر شد و رابطه های فرهنگی برقرار شده ایستادند و باید سران دولت و وزراها از این خوب استفاده کنند. مثلا وزارت معارف و همتای ازبکستانش مسئله گشودن صنف‌ها و مکتب‌های تاجیکی و گروه‌های تاجیکی در دانشگاه و دانشکده در آن شهر و نواحی که تاجیکان سرجمانه زندگی می‌کنند و پیش گذارند و برای اصل این کار برای ازبکان تاجیکستان برای مانده شد. برای حل این معما و اقدام سران دولت‌ها و وزارت‌ها قرارداد باید امضا کنند رسما از واسطه‌های اخبار و گوش مردم برسانند. در آن وقت مردم باور حاصل می‌کند که این حرف‌های رئیس جمهور دو دولت گفتند و ما ناترس فرزندان رو به مکتب و دانشگاه خواننده صاحب و کسب‌های کاری گوناگون شده خودش این آهسته آهسته براه میشه اگر هم خیلی کنیم اگر ما همه خیلی کنند حکومت. برمیگردیم به تاجیکان آمریکا. تاجیکان آمریکا امروز متحد هستند؟ تاجیکان آمریکا حالا در آن درجه متحد نیستند. اولا آنها در شتات‌های خیلی دور از هم زندگی می‌کنند و حالا فعالیتشان در همان جای اجراشون نمی‌باشد. اساساً تاجیکان در شهرهای نیویورک، فیلادلفیا، شیکاگو، سینسیناتی، لس آنجلس، فلوریدا و واشنگتن هستند که قریب به یکدیگر رابطه نیست. خیلی کمی با واسطه‌های اینترنت با هم می‌شناسند و هر زبان برای متحدی مبادله افکار می‌کنیم که یک سازمان سازند. مقصد آینده ساختن انجمن تاجیکان آمریکا هم برای همین بود که متحد باشیم. خیلی کارهای فرهنگی و تنها آن را میتوانیم بکنیم. امید داریم که این مرحله هم میگذرد و ما در آینده یک پارچه میشویم و انجمن تاجیکان آمریکا را خود نصیب باشد میکشویم. در آمریکا شما اگر خطا نکنم با اکبر ترسون چند مرتبه هم صحبت شده اید. در کدام موضوعها شما با این دانشمند نامدار تاجیک گفتگو میکردید؟ من با ترسون 2009 شنیدم که اینجا اونجاست از دوستان پرسان شده 2009 سال شناخت شدم. آنکاس در دانشگاهی پرینسپن درس می‌کردم. خیلی بعد باز نشسته شدم و هر یک شنبه در خانه استاد نزد دسترخوان از آش سمرقند کشیده خیلی صحبت‌های طولانی در موضوع شناسی ملیت، هویت، تاریخ چطور از این ورطه رهایی یافتند بحث‌ها می‌کردیم. یادی از بزرگان ملت
که آن کسو من دیدیم و یا همصحبت شدیم نقل میکردیم مثل صدر عینی خاتم اولو زاده بابا جان غفور محمد جان شکور رحیم مسعود محمد جان آسیمی لایق سفر عبدالله که خیلی جالب بود و مایه افتخار بودن در حقیقت. در این سالها که ما همراه بودیم از استاد خیلی چیزها رو آموختم و شنیدم که در آینده برای من دستور شد. خدا عمرشون رو دهد و صحتمند افتاد آن کس را که حالا در آینده برای ملت باز هم خیلی خدمت خود کردگش ممکن استاد. این شب و روز بحث ها گرد نام زبان تاجیکان تا حال ادامه دارند و فکر میکنم شما نیز خبر دارید از این بحث ها. شما البته چند مرتبه اصطلاح پارسی رو استفاده بردید. برای شما نام اصلی زبان تاجیکان فارسی است یا تاجیکی؟ برای من نام اصلی زبانم و زبانم پارسی تاجیک است بود و میمونه. برای اینکه بنیاد ما از این زبان شد و یکی از اساسگذاران این زبان ما تاجیکان هستیم که این زبان در سمرقند بخارا دوره سلطنت سامانیان تاجیک روی کار آمد و نخواستیم شاعری زبردستی پارسی تاجیک هم روی دکی سمرقند می باشد. شما طرفدار گذشتن به خط فارسی هستید. چرا تاجیکان باید به خط فارسی گذارند؟ از نظر شما یگان ضرورت امروز وجود دارد؟ بله وجود دارد. ضرورت به خط فارسی گذاشتن برای ما خیلی مهم است. برای آنکه طور پولی ما با این زبان ایجاد شده است. تمام بزرگان شهرتمند سطح جهانی ما تا صدر عینی با این زبان نوشتن که ما در همه جا از آنها افتخار میکنیم و از منبع‌های کلان ما واریث‌های آنها بوده تعریف هم میکنیم که در حقیقت همینطور است. خط ما رو بازشویکان 3 بار عوض کردن که این برای ما به اثر نماند. زبان رکن خودشناسی هویت تمام میباشد. ذهنیت و تمام توانایی ما با این زبان ساختار شده است و شکسته این حالت و نیستی میبرد. خودشناسی بی‌سوادی بی‌هویتی و به غلامی دیگران آورده میرساند. چه طوری که حالا میبینیم مردم از بی‌هویتی عاشق زبان و فرهنگ عرب و ترک و روس شدند در این وقت و یگان زبان پره حرف زدن نمیتوانند. اگر غیر از یک نیمتا استفاده از این زبان رو با گفت امید جهان روزبکی کردند که آمیخته زبان‌های تاجیکی، ترکی و روسی است. مادامی که همینطور باشد ما حتما با این زبان گذاشتگان شرط و ضرور است. از دشواری‌ها نترسیم. در حال حاضر و ما برادران خراسان و ایران مدد می‌رسانیم. متخصصان خودمون هم هست خیلی بسیار آهسته آهسته مثلا 10-15 سال این کار کرده میتونیم. ببینید یک شهروند عادی خراسان و ایران چقدر بهتر از عالمان ما روان حرف میزنند که در آینده برای رشد و رونق شهر ولی کلام میبازد. این وزیران کارمندی را که در گفت و شنید نوناقند برای آنها زبان رو درست نمیدانند. روسی نه تاجیکی. برای اینکه ما در همه حالت و عمل توانا شویم خواهیم باید با زبان فارسی خودمون بگذاریم که این رو زمان ها تقاضا کرده است و تقاضا میکنند. باز برمیگردیم به امریکا. تاجیکان با کدام راه‌ها به امریکا سفر میکنند؟ تاجیک‌ها اصلا با راه‌های گرین کارت، سفری کاری، دانشجویی، توریسم و پناهندگی سیاسی میتوانند به امریکا سفر کنند. خب اما مهاجرت به شما چی داده است؟ مهاجرت به من آزادی را داد که از حقوق به دخالت ممانعت حرف زدم. مهاجرت به من کار کردن و مناسبت خود را به هر وضعیت سیاسی و فرهنگی ابراز داشتن داد. مهاجرت به من حق و حقوق ملت هم را حمایت کردن داد و البته با خویشاوندان و خانواده‌های یاری اقتصادی دادن را داد که حالا با این کار من مشغولم. به شخصانی که میخواهند در ایالات متحده آمریکا عمر به سر برند کار کنند کدام توصیه ها رو داده میتوانید؟ تمام شخصانی که به اینجا میآیند حد الامکان زبان انگلیسی رو باید آموزند و دانستنشان شرط است که در همه کار زندگی اینجا ضرور میشود.
به قدرت‌های ملی و جشن‌های آن احترام گذارند، یعنی امریکایی. نباید با گروه‌های افراطی و رادیکالی همراه شوند و حتما باید تا توانند در کالج و دانشگاه درآمده خواندن متخصص شوند که خیلی حرمت و شهرت می‌یابند. اینجا مردم از روی قانون و قاعده کاری زندگی می‌کنند و برای همه آسان می‌شود. احترام به یکدیگر و درجه عالی است که ما هم همینطور شدگان در کار اگر خواهیم که در اینجا کاری زندگی کنیم. شنوندگان عزیز، برنامه گفتگو به آخر میرسد. یادآور میشویم که مهمان برنامه امروزه ما رهبر انجمن سمرقندیان امریکا حکیم ربینپور بودند. بار دیگر خوش آمدید به برنامه ما. با دقتتان تشکر. شنوندگان رادیوی مهاجر، در کجا نباشید در امان خدا باشید و رسد روزی که به قدر شما برسند و در آینده زمانی شد که ما شرایطی در وطن کار خاندان را مهیا کنیم و در پیش پدر مادر و خاندان باشیم. خدا حافظ. سلامت باشید. شنوندگان عزیز، سربلند و خانه آباد باشید و همیشه با رادیوی مهاجر باشید.